از موقعی که ما در این محل شروع به تدریس کردیم تعداد داوطلبا خیلی کم بود. دفعه اول که ما در این محل وارد شدیم از ما به توسط سنگ و پوست خربزه استقبال میکرد و در طی این مدت به بسیاری از رنج‌ها و ناراحتی‌ها که ناشی از بیکاری یا کارهایی که مثلا اینا شغل پدراشون یا برادراشون جز چوبکی و نمکی و آب و حوزی نیستش کار میکنن. حتی من یه روزی رفتم در خونه در زدم، یه دختر خانمی اومد بیرون، گفتم که باباتون چی کار است؟ گفتش که من پدر ندارم ولی شوهرم اول دزد بوده فعلا بیکاره. بعدش گفتش که من چجور میتونم با این فکری که دارم بیام درس بخونم. وقتی ما به این محل رفتیم دیدیم وضع خانوادگی مردم ابداً بهش توجه نمیشد. زن و مرد خیلی زود از هم جدا می شدن و معلوم نبود تکلیف این بچه ها چیه. خودم یه پیامبردم، یه زنم دارم که یه بادی داره، وقتی که میگیره به خود اصلا خودشش نمیدونه هیچ. نشستیم یه لقمه نون خالی میخوریم، این باده گرفت و همین چای افتاد این طرف بود، آباد ریخت دست پاش هم میسوزونه. دیروز بردم قبر آقا یه دعا گرفتم براش. امروز باز رفته این دکتر علی آباد بردم مریض خونه. دختر داشتم سه چند ماه اون مریض بود، همشون خبر دارم مریض بودن. وضعیت من امسال خیلی خرابه، باز هر سال بهتر بود. باز کارگری این ورمد آبوزی اون طرف کار میکردم. امسال هم خودم مریض شدم، هم خودم بچم، هم یه بچه دیگه دارم دختر بزرگ اونم مریض شد. وضعیت من امسال خیلی خرابه. مثلا میگم دو تا لحاف داشتم یکیشو فروختم، اینم وضعیت من لحاف کنم. شوهرم الان 7 ماه بیکاره، من وسایل زندگی درست ندارم. الان 6 ماه کرایم پس افتاده. من مستجم 45 تومن کرایه میدم. 45 تومن 7 نفرم خوریم. 7 نفر خود یکی نیست که آینده به من فکر کنه. دیگه پول ماشین نداشتم که بابت که کسی نبود ازش بگیرم. زورم به لحافم آوردم تو کملیک 50 تومن که پول لحاف باشه فروختم 20 تومن.